آن که بر ما جسم و جان است، خدای آشکار و نهان است. خداوند که جان در تن نهان کرد، ز نور خود زمین و آسمان کرد. افتاد درختی که به خود می بالید، از زخم تبر به خاک غم می نالید. گفتم چه کسی بر ریشه‌ات زد تبر؟ گفت آن که به زیر سایه ام می خوابید. بعداً السلام علیکم و رحمت الله. دوستان، پدران و مادران، برادران عزیز و بسیار گرامی قدرم، خواستم امروز برایتان بسیار قصه جالبی را پیشکش نمایم که سزای نیکی بدی است. حتما تا آخر قصه خواهش کرده می شود با دقت گوش بکنید و فکر و عقیده های خود را در زیر ویدیو بنویسید. میگوید روز مرد از بیابان در حال گذشتن بود. دید مار در درون آتش در حال سوختن است. چوب دستش را به درون آتش برد و مار را نجات داد. مار که خواست از چوب دستی بالا می رفت، خودش را به حالت دفاعی گرفت که او را نیش بزند. مرد از او پرسید چی میکنی؟ من از آتش تو را نجات دادم. مار گفت مگر نمیدانی سزای نیکی بدی است؟ مرد گفت این چه حرفی است که میزنی؟ سزای نیکی با نیکی باید پاسخ داد. بحث میگه بالا رفت و مار نپذیرفت. آخر مجبور شدن از 3 نفر برای کمک یاری بخواهند. به راه افتادن، به چشمه رسیدن. چشمه هم گفت حرف مار را قبول دارم، سزای نیکی بدی است. مرد گفت چگونه میخواهی اثبات بکنی که سزای نیکی بدی است؟ چشمه گفت بشین و تماشا بکن. دیدن که رهگذر خسته آمد و از آب چشمه زلال خورد و صورتش را شست و بعداً دماغش را در آب به همون چشمه انداخت و رفت. چشمه گفت دیدی؟ آب را خورد، تشنگیش را برطرف کرد، صورتش را هم شست، دیگر دماغ گرفتنش چی بود؟ مرد گفت برویم سراغ کسی دیگر. رفتند تا به درخت رسیدند. جریان را برای درخت گفتند و از اون نیز حرف مار را تأکید کرد. مرد باز هم پرسید چگونه؟ درخت گفت بشین و ببین. دیدن که چوپان خسته آمد و زیر سایه درخت نشست تا خستگیش را رفع شود. بعد از میوه آن درخت جمع کرد و خورد. در آخر که خواست برود، شاخه از درخت را شکست و با خود برد. درخت گفت ای مرد دیدی؟ خستگیش را در زیر سایه من رفع کرد، از میوه من خورد تا قوت بگیرد، آخر چرا شاخم را شکست؟ پس دیدی که سزای نیکی نیست. باز هم مرد و مار به راه خود ادامه دادند تا اینکه رسیدن به روباه. جریان را برای روباه تعریف کردند. روباه که بسیار دانا و مکار است گفت من این گونه نمیتوانم قضاوت کنم، باید آتش درست کنیم، مار به درون آتش برود، مرد تو هم آن را بیرون بکشی تا من قضاوت کنم. میگوید در این سخن روباه طرفین شرایط را پذیرفتند. آتش آماده کردند و مار را به درون آن انداختند
همین که مرد خواست چوبی دستش را درون آتش ببرد، روباه گفت چی میکنی ای مرد؟ برای تجربه نشد که سزای نیکی بدی است؟ مار را رها کن تا در آتش جهل خود بسوزد. و مرد پذیرفت و از روباه تشکر کرد که او را کمک نمود و روباه از مرد خداحافظی کرد و برفت. مرد که همچنان کنار آتش ایستاده بود و سوختن مار را نظاره می کرد، شکارچی آمد و گفت ای مرد، در این حوالی شکاری را ندیدی؟ خرگوش یا روباه یا که چیز دیگری؟ مرد گفت چند لحظه پیش روباه به این سو رفت. شکارچی رفت و بعد از چند دقیقه با جسم نیمه جان روباه آمد. روباه که هنوز نفس میکشید به مرد گفت دیدی که سزای نیکی بدی است؟ اگر تو را از دست مار نجات نمی دادم، خودم به این روز نمی افتادم. اینک رسیدیم به پایان قصه دیگر. دوستان عزیز، خواهش کرده می شود فکر و عقیده های خود را عائد این قصه بنویسید. یکایک شما را از برای الله پاک دوست می دارم. در آخر خواستم یک چند مصرع های شعری به نهایت پرمضمون را بهرتان پیشکش نمایم. دوستان عزیز، افسوس که در این عالم ویرانه غریبم، دل مسکن در دست و به دنبال طبیبم. عمرم نه چنان شد که مرادی دل من بود، افگار شده است این تن و هم قلب نجیبم. جز غصه و غمهای جهان بهره ندیدم، یک گل ز چمنزار وفایش که نچیدم. هر لحظه به یادی دمی بیهوده خرابم، در یاد خطاهای کهن سینه کبابم. یا رب تو به اقبال حقیرت نظری کن، او را ز راه شریعت خبری کن. بله دوستان عزیزم، با شما بودم بنده عبدالله. یکایک شما را از برای الله پاک دوست می دارم. خدایا را مددگار ما و شما باشد. السلام علیکم.